روستای کندرک که در زبان مردم گاو و دیکرتکه شناخته می شد. روزگار نچندان دور دارالحکومه سیستو بودند. در حوالی ده تپه از خاکسوه دیده می شد. اما جایی که گفته در زمان ملک قطب‌الدین کیانی تفرجگاه و زمینه باغ فراوان از او بوده که گلستان نامیده میشد. چنان که جیبیتیت انگلیسی نوشته از گلستان کندرک سالانه 70 من گلبرگ گل سرخ برداشت میشده و ورطه گلاب و کاخ فرستاده میشده. در امنای حدود 120 سال پیش یکی از مدارس نوین بنا شد. ساختمان گنبدی شکل وجود داشت که مدارس علمیه سیستو در اونجا برپا بود. ملک فتحعلی خان کیانی این مدرسه را به همت خاندان ملاشاهی قلعه فتح بنا کرد. میگه زمانی که رود هیرمند مسیر خود و دلتای شمالی بازگردانده، ضرورت ایجاب کرده که دارالحکومه از قلعه فتح و کندرک انتقال پیدا کنه تا یک نسل پس از ملک فتحعلی خان کندرک همچنان مرکز حکومت سیستانی باقی ماند. جیبیتیت در گزارش خوانده که در غرب کندرک ویرانه از آسبادی بزرگ و جا مانده. آسیابی که قاضی عبدالله کندرکی ساخته و در سراسر سیستو و نام آسقاضی شناخته میشده. از این دیار بوده که شاهزاده محمود خی از نستوار برخواسته و خراسان رفت و مدت در اونجا حکومت کرده. در کتاب شجرة الملوک سال مرگ ملک فتحعلی خان کیانی 1126 هجری شمسی ثبت شده و از او بعد سیستو گرفتار روزه دشوار شده، روزه‌ای که به پراکندگی مردم و مهاجرت گسترده پیش رفته. کندرک در کرانه رودخانه هیرمند در شاخه لخشک قرار دارد، اما خی هجوم سیلابه پیاپی تخریب و دارالحکومه به علاباد در نزدیکی دریاچه آمون انتقال پیدا می‌کنند و مردمونیه و روستای اطراف کوچ می‌کنند. اما امروز جمعیت کندرک کاهش پیدا کرده. هرگاه رودخانه هیرمند جمگیره جنگل گز و پده پهنه سبز و دلانگیز را مسازه که تا جنگل جزینک امتداد داره و منظره شگرف و دلربای را شکل میده. اما اکنون که هیرمند خشک است، کشاورزا واقعا خیلی چاهکی کف کرده به اندازه توان خود را زمین زندن گردشتن و در این خاک خشک اما امیدوار همچنان به سبزیجات، علوفه و برداشت پشمک و این محصولات جالزی و کش و تاکستانی کوچیکی که داره همت منن و گلخونه‌ای که داره از رونق گرفتن و یک درآمدزایی ورشو دارن. الحمدلله راضی هسته.